سلام رفیق، امیدوارم که حالت عالی باشه. من ابوالفضل هستم و اینجا چنل بی ای فایتره. تو این چنل در رابطه با توسعه فردی محتوا تولید میکنم و اگر که واسه زندگی خودت ارزش قائلی میتونی این چنل رو هم سابسکرایب داشته باشی و زنگوله بغلش رو هم بزنی. موضوع امروز ویدیومون در رابطه با یه عادت رایج و اما بسیار مضر در جوانان، نوجوانان و حتی متاسفانه بزرگسالان هستش. اونم چیزی نیست جز خودارضایی یا همون استمناء. بریم سراغ ویدیو. خودارضایی در برخی از کشورها، ادیان و فرهنگها غیر قانونی اعلام شده و در برخی دیگرشون قانونی اعلام شده، ولی نباید اینجا بدبینی به خرج بدیم و روی اینکه در برخی از کشورها قانونی اعلام شده فوکوس کنیم. نباید این کارو کنیم و برای اینکه اون توجهتون رو از روی این مورد بردارم، قشنگ یادتون بیارید که چه ضررهای وحشتناکی برای بدن و روح انسان داره. ریزش مو، ضعیفی چشم، به چشم نیامدن دوپامین های ریز و واقعی. دیگه چی رو میتونیم مثال بزنیم؟ افسردگی، از دست دادن اعتماد به نفس و عزت نفس و هزاران ضرری که برای یک انسان معمولی عادی نرمال داره. خودارضایی، استمناء و یا هر اسم کوفتی دیگه‌ای که داره، روش‌های مضری برای ارضای میل جنسی ما انسان‌ها هستند. در مذهب شیعه خودارضایی به طور کامل و از همه جوانه ممنوع شده به جز فرایند احتلام. احتلام یه فرایندیه که اگه شما ترک کرده باشید واسهتون اتفاق افتاده، یا اگر که بخواید ترکش کنید این خودارضایی کردن رو واسهتون اتفاق میفته. حالا چی هست؟ یه انسانی که خودارضایی میکرده، اون اسپرم رو داخل خودش نگه نمیداشته، ذخیره‌اش نمیکرده واسه بقیه اهدافش، که تخلیه‌اش میکرده و وقتی که نگهش میداره کانال‌های جنسیش پر میشه از اسپرم یا منی و بعد از اینکه یه همچین اتفاقی میفته تو خواب اون انسان ارضا میشه. یه فرایند طبیعی مجاز و حلاله و هیچ ایرادی نداره، البته اگه قبل از خواب شما هیچ گونه فعالیت جنسی انجام نداده باشید. یعنی مثلا نری بشینی ویدیوهای جنسی نگاه کنی به این بهونه که مثلا خودتو درگیر احتلام کنی. این مورد اشکال داره، طبیعیه و هیچ گونه پشیمونی نسبت بهش نداشته باش. یه اتفاقیه که واسه هر کسی که ترک کنه رخ میده. و اگر که اشتباه نکنم در قرآن به این موضوع اشاره شده که خداوند این امر رو، این فرآیند رو واسه کسایی که انرژی جنسیشون رو، میل جنسیشون رو ذخیره کردن اتفاق بیفته. به این هم حتی اشاره کرده که حلال این موضوع، این فرآیند، این فعالیت که ناخودآگاه توسط مغز انجام میشه حلال هستش. در اهل سنت هم یه سری افراد اون رو حلال میدونن، قانونی میدوننش، یه سری افراد حرام میدونن و معتقدن که نباید انجام بشه و یه سری افراد هم مکروه میدونن. از نظر کلیسای کاتولیک این مورد در پاره‌ای از موارد مجاز قرار داره. در آیین تائویسم هم مردان از خودارضایی کردن منع شدن و جالبه که بدونید از نظر شیطان پرستان امری کاملا بی‌ضرر، قانونی، مجازه و بی‌ضرره. بریم سراغ بعدی. مطالعات نشون داده که در همه سنین، در هر دو جنس مذکر و مؤنث این فعالیت رایجه. آلفرد کینزی مؤسسه رابطه جنسی، جنسیت و تولید مثل، حشره‌شناس، زیستشناس و جانورشناس درباره شیوع خودارضایی میگه تقریبا 100% مردان و 3/4 زنان در بازه‌ای از زندگیشون این کار رو انجام میدادن. حالا برخی از اونها ترک کردن، برخی از اونها هنوزم ادامه میدن. حالا به بررسی 3 از دلایل مهمی که افراد به خودارضایی رو میبرن اشاره میکنیم. اولین دلیل
وجود نداشتن شریک جنسی. ازتون میخوام 2 تا شخص مخالف هم رو فرض کنید، یکی مذکر یکی مؤنث. اسم این مذکر رو میذاریم X و اسم این مؤنث رو میذاریم Y. اگر آقای X با خانم Y یا همون Y رابطه جنسی داشته باشه و پس از یه مدتی آقای X یا خانم Y مجبور باشن برای یه مدت دائمی یا موقت از همدیگه دور باشن، امکان داره دوتاشون هم دست به این مورد بزنن، چون شریک جنسی هر کدومشون دور ازشون. دلیل دومی که خیلی از افراد خودارضایی میکنن چیزی نیست جز دوری از اضطراب و استرس و رسیدن به آرامش. شاید باورتون نشه، ولی این مورد این دلیلی بود که من همیشه این موضوع رو انجامش میدادم. یه موقعی مثلا بود کار روزانه‌ام رو مینوشتم، میآوردمش روی کاغذ، برنامه‌ریزی میکردم، به رویاهام نگاه میکردم، استرس میگرفتم و برای اینکه از این استرس فرار کنم میرفتم تو سایت و بقیه داستان و بلد نبودم چجوری این استرس رو کنترل کنم. این کار به من آرامش میداد، من از استرس دور میکرد و لذت زیادی هم میداد. بنابراین من خیلی راحت تسلیم افکار جنسی میشدم، شهوتم رو نمیتونستم کنترل کنم و خیلی از موارد دیگه. و بعد از یه مدتی من گفتم دیگه کافیه، دیگه بسه، میخوام زندگیمو رو تغییر بدم. من باید بتونم زندگیمو رو تغییر بدم، چون یه بار زنده ام، یه بار در این ساعت، در این تاریخ و در این سن هستم، دیگه قرار نیست تو این سن باشم و ما باید یه همچین طرز فکری داشته باشیم. باید بدونیم که اگه از تایم خودمون به درستی استفاده نکنیم دیگه قرار نیست این تایم بیاد، دیگه قرار نیست این فرصت گیرمون بیاد. ما نباید از اضطراب و استرسمون دوری کنیم، باید باهاشون روبرو بشیم. هرچند اگه قرار باشه ما بترسیم، هرچند اگه قرار باشه به ما آسیب بزنه، ما باید باهاشون روبرو بشیم. چون اگه ترسی داخل زندگیمون باشه راحت نمیتونیم زندگی کنیم، آزاد نمیتونیم باشیم. چون تا زمانی که این ترسه تو زندگیتون هست و شما باهاش روبرو نشدید، براتون دقیقاً عین یه سلولی میمونه با میله های تمام فولاد. فقط تنها راهی که شما میتونید خودتون رو از این سلول آزاد کنید، اون کاری که میترسید رو انجام بدید. و دلیل سومی که افراد به خودارضایی رو میارن در سنین پایینه، اونم حالا با هدف کنجکاوی در خصوص دستگاه تناسلیه. رسیدیم به بخش خودارضایی و تاثیر اون بر سلامت انسان. خواستم در رابطه با این موضوع واسهتون تحقیق کنم و در رابطه با این موضوع در بهترین مقاله ها برم آگاهی کسب کنم براتون. ولی خب حقیقتا حالم گرفته شد، چرا که محتواهایی که گذاشته بود دقیقاً موازی با اهداف ماتریکس تاریکی بود. ماتریکس تاریکی یه سیستمیه با تله‌های مختلف که ساخته دست بشره و یه طوری برنامه ریزی شده که انسان‌ها رو در سطوح پایین فکری، تفکری و ذهنی نگه داره. اونها رو برای موفق نبودن و در واقع قوی نبودن برنامه ریزی میکنه ذهنشون رو و محدودیت های ذهنی واسه شون ایجاد میکنه. مثلا اومده بود گفته بود که این فعالیت زود انزالی نمیاره، در صورتی که میاره. اومده بود گفته بود که بد نیست ولی هست. اومده بود گفته بود که انرژی زندگی و قوای جسمانی هدر نمیره ولی میره. حتی درباره این دو مورد هم خوندم که در برخی از محافل علمی سلامت و روان خودارضایی کردن افسردگی رو تسکین میده و عزت نفس رو بالا میبره. برنامه ریزی میکنن که هر جوری که شده شما رو بکشن توی این موضوع. حتی در برخی از کشورهای اروپایی در برنامه‌های آموزش جنسی، اروپایی‌ها نوجوانان و جوانان و بزرگسالان اصلا رده سنی نداره، همه رو دارن تشویق به خودارضایی کردن میکنن. و یه نکته این وسط در رابطه با ترک اعتیاد در هر موضوعی، نه فقط در رابطه با خودارضایی و پورن، قوی ترین
و مهمترین و بهترین روش ها، طریقه ها برای ترک اعتیاد نمیتونن بهت کمک کنن اگر که تو نخوای که این موضوع رو ترکش کنی. باید با تک تک سلول های بدنت و از ته دل با عزمی جزم بخوای که ترکش کنی. اگر نخوای نمیشه. برعکس خواستن توانستن است، نخواستن نتوانستن است. این رو همیشه یادت باشه در رابطه با ترک هر اعتیادی. همچنین زیست شناسان معتقدند که خودارضایی پشت سر هم به کاهش کیفیت اسپرم منجر میشه و خودارضایی کردن ارتباط بالایی با کاهش رضایت انسان از زندگی جنسی و زندگیش داره. و یه موضوعی که خیلی 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 مؤثر بود توی ترک من و فکر نمی کنم باور دارم که میتونه به 80% شما کمک کنه اینه. ببین رفیق، ما انسان ها نیاز جنسی نداریم. این چیزیه که ماتریکس تاریکی تو ذهن ما فرو برده، این آمپول، و تزریقش کرده به ذهن ما و میخواد که ما اینو باور کنیم، در صورتی که ما انسان ها نیاز جنسی نداریم، میل جنسی داریم. با مثال برات توضیح میدم. تو اگر آب نخوری میمیری، نیازیه که تو نسبت به آب داری. ولی اگه خودارضایی نکنی نمیمیری. و این یه مدرک فوق‌العاده قدرتمندیه واسه اینکه نشون بده ما نیاز جنسی نداریم، میل جنسی داریم. ویدیوهایی در رابطه با روش‌های زیادی در رابطه با ترک این موضوع براتون خواهم ساخت. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم که لذت کافی رو از این ویدیو برده باشید و تو این چنل عضو شو تا حداقل یه بهونه‌ای برای رسیدن به اون پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی که همیشه تو ذهنت می‌خواستی به دستشون بیاری برسی، داشته باشی. موفق باشی.